اینجا گوشی از شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان است. حاجی محمد وطن دوست با ایجاد آب لیمو فروشی زندگی روزمره خود را پیش میبرد. حاجی محمد وطن دوست 35 ساله از 16 سال به این طرف در پیاده رو از صبح تا شام آب لیمو می فروشد. وی در این کار خود به 7 نفر دیگر هم زمینه کار را فراهم کرده است. هدف این کار خود را ایجاد زمینه های کاری توسط خود فرد می خواند و می گوید جوانان نباید کشور خود را ترک کرده به ممالک دیگر به جستجوی کار بروند. یک 7 نفر کار میکنیم صاحب. فقط این صرف آب لیمو است. از یک لیمو یک 5-6 رقم شربت جور میکنیم. نمکیست، بورادار است، شربتدار است، میکس است، تلخک است. از همین عبارت از دیگه هر نوع که همین مشتریای ما تقاضا کردن. به نام حاجی محمد وطن دوست مشهور هستم. در شمول شده غیر از خودم 6 نفر و در شمول خودم 7 نفر کار میکنیم در این کاراچی دیگه. این در حالی است که روزانه هزاران جوان به خاطر پیدا کردن کار و مزد افغانستان را به قصد کشورهای دیگر ترک میکنند.